تو دوست داشتنی تر شد وقتی دنیا اومدی. تو نقاشی دنیا رنگ زیبا تو زدی. تو یه سالی تو همین روز شکفتی گل من. روز میلاد تو حک شد روی تخفیم دل من. امشب شب توز خنده مال لب توز. وقت تو با تب توست. تو که خود عشقی تولدت مبارک. تو هدیه بهشتی تولدت مبارک. تو که خود عشقی تولدت مبارک. تو هدیه بهشتی تولدت مبارک. تولدت مبارک. مثل خودت نمیشه بدون بهونه این جمع. توی نور این شم توی برسی به آرزوت همیشه. تو شمع فوت کن با عشق و خنده. آخه جون ما به جونت بنده. تموم آرزومون واسط بخت بلنده. تو که خود عشقی تولدت مبارک. تو هدیه بهشتی تولدت مبارک. تو که خود عشقی تولدت مبارک. آخ تو هدیه بهشتی تولدت مبارک. آره تولدت مبارک. خود عشقی تولدت مبارک. تو هدیه بهشتی تولدت مبارک. تو که خود عشقی تولدت مبارک. تو هدیه بهشتی تولدت مبارک. تولدت مبارک. Стрелки крутятся все быстрей. Стали звезды на год взрослей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения! Успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения! Любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. سلام ای دل، سلام ای نوری دیده. السلام علیکم مخلصان عزیز، تماشابینان عزیز ما. امروز جمعیت تبریکاتی شهنان و خانواده شاگردی ما جمع یکی از آن خادمان شهنان دیجی میکنند. موزیکا و آن البته سرودها را برای شما تیار میکنند در خانواده خدای بردی برای تبریک کردن خواهرش که جشن زادروز دارند و پدرشان که در نزدیکی باز مسافرت برمیگردند. هم خواهر را تبریک میگویم در جشن زادروز و هم برای پدر و مادر تشکر میگویم از نام فرزندان و از نام جمعیت شهنان. با ما باشید، با شبکه شهنان رفته. Собираются все друзья, чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدران، مادران، آناجان و باباجان ها.
همه شمایان و خانواده برادر ما علوقبک اکا نصیبایتی و خانواده شاگرد ما خدایبردی خوش آمدتان میگوییم. من امروز در این خانواده جشن زادروزی خواهر عزیزشان، جشن زادروزی دخترک نازنین خاندان فرشته ماه را جشن گرفته ایستادند. البته همراهی فرشته ماه علوقبک اکا نصیبایتی را به نزد ما تکلیف میکنیم. میخواهیم آنها را تبریک گوییم. بهتان نزدیکتر. مرحبا. Крутится все быстрее. Ассаламу алейкум. Стали звезды. علوقبک اکا امروز روز خرسندی، امروز روز شادیانه. برای شما فرشته ما چند ساله شده امروز؟ 12 موچل. موچل جشن زادروزشان 12-13 سال پیش در این خانواده از طرف خداوند کریم بهر شما بهر نصیبایتیم البته کلیدی در جنت تحفه شد که نامش را فرشته ماه گذاشته. بگذارید دخترک نازنین کلان شود. نامبردار شما در آینده دیرکتور مکتب، معلمه، ورش، یک کسب‌های پرشرفترین را وظیفه‌دار شود و آن زحمت و مهنت‌های حلال که هر دوی شمایان با یک مهنت‌های حلال این فرزندان را به وی رسیداندید حضور و حلاوتش را بینید. امروز از نام همین شاگردی شیخ، از نام همین شاگرد که در جماعه ما جای خود را دارد خدایبردی شمایان را تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت باشید. قریب 1 سال است که شاگردی ما همراهی ما کار میکند. پستی های بلندی های زندگی را دیده بر بیر بچه شوخیگی میکند و از رفتار و از کارکنیش معلوم است که میخواهد فقط برای پدر مادر یاری دهد. پدر مادر با کمی باشد هم دست یاری خود را رساند. و برای دادا جانم برای بی جانم هزار رحمت گوید که برای بودنشان شکرانه میگویم. ناز ببینم شونم. من به نزدیکی دادم از مسافرت آمدم باز مانده رفتیم. همون با که امروز زادروزی خواهرم است و زادروزی پدرم در تابستان. دیگه خواستم که از همه پیش من تبریک گوید از نام من دادا جانی عزیزم. مسافری با میگردن خودشون احتیاط کنن. مسافری پسی بلندی ها دارد. برای ما مهنت میکنند شب و روز ما نمیدونیم در آنجا در چه شرایط ها زندگی میکنند. همیشه صحت سلامت گردن. در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفته ات بیرون نماندم پای خود نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. گر تمامی سال بارد بر سرم باران و برف کوهساری بیگزندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. علوقبک اکا حاضر خدایبردی صحبت کرده میگوید که ما خورد بودیم حالی هم مایدگی میکنیم خوردی میکنیم و یکان چیز به حواس ما رود یا یکان چیز قیمت بها خاطر ما بیاید و میپرسیم از دادیم مسافری باشن اگر خیلی میگم 1 هفته 10 روز به ناموس مهیا کده میفرستانم. حاضر من مهنت سیاه کده مهنت حلال کده قدر و قیمت کار را فهمیدم و بعد دیدم که برای پدرم چقدر مشکل بوده است. ایرش به فقط صحت سلامت گردن چه آرزوهایشان باشد خداوند کریم از پشت من و خواهرم عملی گرداند و همراهی مادرم دمی پیری و دولت پیری را بیند. مادر مهربانم همیشه صحت سلامت گردن. اگر که من ذکر کرده باشم از من عذر پرسید از نام من گفتم. البته از نام خدایبردی عذر میپرسیم همیشه صحت سلامت باشه. خدایبردی هم خیر انسان که کجا که باشد البته مهنت میکند و انا همون مهنتش میخواهد که برای پدر مادرش نزدیکانش بیارد و فقط روزهای خرسندی باشد و شما را دوست میدارد. فرشته ما زادروز مبارک باشد. امروز روز خرسندی همه خشو تبار برای تبریکی تو آمدن. همیشه موفق باش. مکتب ها را با بهای اعلی ختم کنی اگر در و دروازه های دانشگاه ها بارایت کشاده است. من پدر مادر میخواهم که تو صاحب معلومات عالی شوی و نامبرداری دیه باشی. میخواهم آسمان ماند برایت زمانی گلفشان ماند برایت. میخواهم از همه پیر و جوان ها فقط رنگین کمان ماند برایت. زادروزت مبارک. روزی تولد را مبارک باد میگویم. اجازت فرمایید من نیورم فرشته ما علوقبک جان علوقبک تبریک میکنم
الهیم همه وقت صاف سلامت گرده فرشتمون با عقل شوه مکتبای عالی و داخل شوه گپ پدر و مادر و آنه باباهای گوش کنه همه وقت مهنت کش شوه پربردار شوه اولو بابا جانم هم تو چقدر گفتی سن فرشتمون با همه خیلی بابا جان گوش کسی اولو بیت جان الهیم کوشه پیر شو پیری به دولت شو رحکای مسافر برفتیم مسافر شدن صاف سلامت بیو در سری بچه کود پیر به دولت شو کوشه پیر شو همین دیگه گپی میزدگی حسین جان صدقت رحمت کلون رحمت تشکر میکنم. یک گلدسته زیبا دارای مهمانان عزیز البته پیشکش میکنیم زادروزشان مبارک باشد میگویم فرصت بزنی برای مبارک باشد زادروز مبارک برای فرشتگان و البته برای پدر عزیز و برای مادر برای اولوگر نصیبایتی در این دنیا کتابی از همه قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است برای هر دوشان مرحمت البته شیرینی تیار است کار تیار باشد اگر شیرینی را یک جای میبریم از آن تناول میکنیم مرحمت فرشتما لوبیگه نصیبایتی یک جای شیرینی را میبریم خیال فیاض نزدیکتر Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. ایستاده هم نزدیکتر ایستاد Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. حتی شما صرف میکنیم فرشتما یک جای شیرینی را میبریم مبارک باشد خود خدای بردی فقط تازه میکند این جایی هم دارید نصیبایتی مبارک باشد Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. زادروز مبارک Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. زادروز مبارک میگویم دعای نیک پیرها را گرفتن در این شام خرسندی می ارزد البته شاهنظر بابا از این بابا هر دویاتان باید یک خشکت تبریک کنیم مرحمت بلندگویه که دراز کنیم خوابی کنید من امروز زادروزی فرشتمو الهیم بیدار شو بیغم شو دخترک کلون شو مکتبای عالی و داخل شو خدمتگاری بی زده اومه بید شو اولوگ جان یکم ساق سلامت کلون کتی قوشه پیر شو پیری به دولت شو همه وقت یافتگیات در روزکای نیک در روزکای توی بابا جان یکم کلون شو دستیاری داده بید شو هم یکاتون خوش آمده Assalomu alaykum do'stoni ikromi oyatihom akaxom hamma xeshtavori nazarxo ijozat diyed man az in fursat istifoda burda farishtamoha tabrik kunam sad ba duriya духтаракам ёрдамчии падару модар онаи бобо шавам
و اولوبکم سفر به رفت صدای فهمیده سوق رفته سلامت بیام یافتگی پولش فقط چیزای نقض بروم فقط چیزای نقض بر توی تماشا بروم سوق سلامت گرده سوق رفته سلامت بیام هم اتون خوش آمده السلام علیکم خیلی تورو من امروز جمع شدم سالوس نمیرم روز زادم توش بدای روی ساعت بدره خدمت گره پدر مادر شما این روز برس من بخیر دور رو تشکر که شده که باشم مرحبا Assalomu alaykum mehmonlargo'y aziz. Rahmat, men Basitxonda deyman. Chimagay manam jabdagi gapoy hamish vaqt xushimishim. Iloyim sat sala shavad. Xudoyim taolo umri daroz tiya. Sari bachak bosh bas sog'lom bo'shad. Hamja bunda go'ba rahmat. Serish qo'ygan. Ammo to'l xush omadington megum. فرشتان نظر با اومدنمی؟ فرشته ما پدرت تبریک میکنیم از همه پیش مرحمت اکا جان رحمتی کلام دادم که بیم خوش پیش من رحمت اکنون یک جای مادران عزیز شما را به رقص تکلیف میکنیم برای فرشته ما برای خانواده لوبگکا نسیمایتی یک جای میرقصیم و خورسندی میکنیم امروز زادروز رو با یک درجه اعلی میگذارانیم مرحمت سرودهای شوق برای شما زادروز مبارک بابا ادا تبریک کنیم بعد یک جای میرقصیم مرحمت السلام علیکم به درگاه پسرم اولوبه خوش آمدیتون همین درگاه فقط توی تماشا و فرشتم و دخترم سعد بدریه فقط خدمت پدر و مادر بابا کلون سالوی نو با فیض و برکت بیایو فقط اینجا همونی مکتبای اولی بدریه دخترم رحمت الهی مرحمت سرودها برای شما حالا جان ها اکنون خسته میرقصیم خورسندی میکنیم مرحمت السلام خوش آمده نظمی کار سلامته کی بازن آمده ای بچه خوش آمده السلام خوش آمده نظمی کار سلامته کی بازن آمده ای بچه خوش آمده کجا شما دختر رستگاه بیا کنه آخشین زبا انو بلن مده مده تاجیک جگه پر مده در کجا ده باشم قدر مده
مسایی بوید من خوشتگی بوید من سبیسی بود باشیدی بوید من مسایی بوید من خوشتگی بوید من سبیسی بود
دولت başımdaki تونل کمی اومده ha maşın اینجا به بچم انسجا اما خداوند کریم معمام قشنگه مثال آب و توف کنیم اینک بیننده های عزیز در خانواده اولوغبکه مهمان شدیم. فرشته ماه را در جشن زادروزش از نام برادرش از نام خدای برید تبریک کرده. این لحظه های خرسند شادیانه را همراه شما با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. رحمت سلامت باشه، روزای نازم.